در صحیح بخاری حدیث شماره 6054 و صحیح مسلم حدیث شماره 169 از حذیفه رضی الله تعالی عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند نمام و سخنچین داخل بهشت نمی شود. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با این فرموده کمال نفرت و بیزاری خود را نسبت به افراد نمام و سخنچین نشان دادند، چون در حقیقت اکثر عداوت‌ها و دشمنی‌ها در اثر نمامی و سخنچینی به وجود می‌آید. نمامی یا سخنچینی جزو گناهان کبیره است و کسی که به این صفت بد عادت کند و آن را حلال بداند کافر است، ولی اگر با اعتقاد به حرام بودن آن مرتکب نمامی می شود فاسق می گردد و هیچگاه مانند انسانهای مخلص از نعمت بهشت بهره فراوانی نخواهد داشت.